از عزیزانی که از من حقیر التماس دعا کرده است سفارش میکنم مستقیم بره در خانه حضرت رقیه، مستقیم بره در خانه باب الحسین، مستقیم بره در خانه زهرای کربلا. عزیزان ما یه زهرای مدینه داریم، یکی هم زهرای کربلا داریم. زهرای مدینه معصوم است، معصومه است، زهرای کربلا هم معصومه است. در خانه زهرای مدینه را دشمنان آتش زدند. در روز عاشورا خانه کوچولو خیمه حضرت رقیه را هم آتش زدند. در زهرای مدینه را سیلی زدند، اما زهرای کربلا را از کربلا تا به شام مورد ضرب و شتم قرار دادند. عزیزان ما زهرای کربلا، زهرای مدینه هم وقتی که بین در و دیوار شد صدا زد یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل بابنته. یا رسول الله نگاه کن این نامردها با دخترت چه کردن. اما زهرای کربلا یا الله علی مدید انشاءالله تعالی یه روزی از حضرت رقیه بخوانم، اما حاجت بگیرم، دلها رو محکم کنید و امشب بریم در خانه حضرت رقیه که باب الحسین است، باب